با سلام خدمت دوستان امروز اومدیم با یه آموزش گرمی رابطه تا در خدمتتون باشیم. عزیزان، اگه رابطتون با همسرتون، پارتنرتون یا هر کسی که میخوایم باهاش خوب باشین به هم خورده و اون رابطه قرم گبر رو ندارین، امروز میخوام یه تکنیکی از طریق پیج فال آسمانی بهتون آموزش بدم که انشالله بتونیم به اون رابطه گرم گبر برگردیم. برای این کار عزیزان 2 میخ میارین و روی یکی از این میخ‌ها اسم معشوق، پارتنر یا هر کسی که میخواین باهاش رابطتون گرم بشه رو 3 بار میخونین و فوت میکنین روی این میخ. بعد این میخ رو با میخ خودتون برعکس، اینجوری مثل من برعکس میذارین و این میخ‌ها رو با یک نخ قرمز یا روبان قرمز به هم وصل میکنین. با نخ یا روبان قرمز، رنگش باید قرمز باشه. و بعد اینکه وصل کردین این میخا رو میبرین توی یک جای بیرون از شهر یا با فاصله خیلی دور از خونتون توی خاکی دفن میکنین. بعد خودتون میبینین که چطور رابطتون به گرمی قبل برمیگرده. عزیزان، برای درخواست هر نوع دعا طلسمی، مهر ایمار و انگشتر موکل دار به دایرکتمون پیام بدین.